منابع پایگاه خبری بامداد در خوروغ میگویند محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان که مقامات قدرتی تاجیکستان خود را سپاریدن دست کم 6 نفر از یاران او را طلب دارند، این پیشنهاد مقامات را رد کرده است و گفته است که هیچگاه راه نخواهد داد که به جای وی دیگران را زندانی کنند. اما گفته است باقر به میان رفت‌ها او خود را به شرط میسپارد و در نزد قانون جواب میگوید که اول شخصان گناهکار در کشتار گلبدین زیوبیکوف، توتیشا امیرشویف و گلنظر مرودبیکوف 3 نفر در حادثه ماه نوامبر سال 2021 کشته شده را پیدا کرده جزا بدهند. بنا به اطلاع دریافته این معامله چند روز پیش در خوروغ در ملاقات وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با گروهی از خلیفه های با نفوذ بدخشان مطرح شده است. خلیفه ها از وزیر خواستند که در خوروغ عملیات نفت برا ناندازد. رحیمزاده گویا پیشنهاد کرده است که اگر باقر خودش را سپاریدنی نیست پس به جای او بگذار 6 ساکن دیگر بر خوروغ را که در جستجو قرار دارند بسپارند. این 6 نفر به تحقیر و زوروری نسبت به نمایندگان دولت در روزهای اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در شهر خوروغ عیبدار می شوند. منابع بامداد میگویند خلیفه و با همین پیشنهاد به پیش باقر آمدند، ولی او این معامله را رد کرده گفته است تنها در صورت به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبیکوف در مورد شرایط تسلیم شدنش وارد مذاکرات خواهد شد. این در حالی است که اخیراً رضا نظرزاده رئیس شهر خوروغ از باقر تقاضا کرد که به خاطر تنجی و آرامی خود را اختیاراً به مقامات تفتیشاتی بسپارد و برای لطکوب رئیس اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف جواب دهد. و اما گروه از ساکنان برخوروغ، محله‌ای که باقر در آنجا به سر میبرد و یک منطقه اساسی تحت نفوذ او به شمار می رود، در یک مراجعتنامه از مقامات خواستند که از نقشه راه اندازی عملیات حربی برای بازداشت باقر و چند ساکن دیگر این محله دست بکشند. مؤلفان مراجعتنامه گفتند واقعیت حال در بدخشان و از جمله در خوروغ نه به گونه‌ای است که مقامات تصویر کردنی می شوند. به عقیده آنها باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد و از مظلومان پشتیبانی میکند. این هم در حالی است که ساکنان خوروغ چند روز اخیر منتظر شروع عملیات مخصوص به ضد باقر و طرفدارانش میباشند و به خاطر حمایت از این لیدر غیر رسمی منطقه نوبه‌داری شبانه روزی تشکیل کردند. ساکنان خوروغ میگویند راههایی که به طرف خانه باقر در محله برخوروغ میبرند الکی از محله خلیبزاد بسته شدند تا نیروهای ویژه گذشتن نتوانند. بنا به اطلاع دریافتی مقامات از باقر طلب کردند که این 6 ساکن برخوروغ را بسپارد: اقنظروف، زکلوبیکوف سینا، سلطانشویف خورشیدشاه، شعبانوف جمشید، ناصرعلیف سفرعلی، شیروف مجنون. یکی از اینا ساکن کوچه قرغزبک و بقیه از کوچه ایجابوفند. خود باقر نیز در همین کوچه ایجابوف زندگی میکند. همزمان بر اساس شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف به ضد محمد باقروف نیز بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با اتهامات چون استفاده زور نسبت به نماینده حکومت، تحقیر نماینده حکومت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. لطفالله نوروزوف ادعا دارد که باقر شب 29 ژانویه به بنای اداره معارف که در محله برخوروغ جایگیر شده است و نوروزوف در قبط 4 امین بنا زندگی داشت اومده او را تحقیر و لطکوب و مجبور کرده است که برخوروغ را ترک کند. باقر این را رد میکند و میگوید با معلم فقط یک صحبت پدرانه کردم.